ماجرای امشب ماجرای دختری است که از ناحیه باسن آسیب می‌بیند ولی اجازه نمی‌دهد که کسی به آن دست بزند تا درمانش کند تا اینکه حکیمی دانا راه درمان دختر را متوجه می‌شود. اگر مایلید که این داستان را بشنوید تا انتها با من همراه باشید. در زمان قدیم یک دختر از روی اسب می‌افتد و استخوان لگن باسنش از جایش در می‌رود. پدر دختر هر حکیمی را به نزدش می‌برد، دختر اجازه نمی‌دهد حکیم دست به باسنش بزند. هرچه به دختر می‌گویند که حکیم‌ها به خاطر شغل طبابتی که دارند محرم بیمارانشان هستند، اما دختر زیر بار نمی‌رفت. دخترک بیچاره هر روز نحیفتر می‌شد تا اینکه حکیم آمد و ادعا کرد که بدون دست زدن به باسن دختر او را مداوا می‌کند. پدر دختر خوشحال شد و به حکیم گفت: شرطت چیست؟ حکیم گفت: برای مداوا احتیاج به یک گاو فربه دارم. شرط من هم این است که بعد از جا انداختن استخوان لگنش گاو متعلق به من شود. پدر دختر با جان و دل قبول کرد. با کمک دوستان و آشنایانش چاق‌ترین گاو منطقه را به قیمت گرانی خرید. گاو را به خانه حکیم بردند. حکیم به پدر دختر گفت: 2 روز دیگر دختر را به اینجا بیاورید. حکیم به شاگردانش دستور داد که تا 2 روز به گاو هیچ آب و علفی ندهند. شاگردان همه تعجب کردند و گفتند: این گاو به این چاقی تا 2 روز از گرسنگی و تشنگی تلف می شود. حکیم تأکید کرد که حتی 1 جرعه آب هم به گاو داده نشود. 2 روز گذشت. گاو از شدت گرسنگی و تشنگی لاغر شد. دختر را نیز با تخت روان خدمت حکیم باشی آوردند. حکیم به پدر دختر دستور داد که دختر را روی گاو سوار کنند. با تعجب اطاعت امر حکیم کردند. دختر را روی گاو خواباندند. سپس حکیم گفت: پاهای دختر را از زیر شکم گاو با طناب به هم گره بزنند. همه دستورات مو به مو اجرا شد. سپس حکیم به شاگردانش دستور داد که برای گاو کاه و علف آوردند. گاو با حرص و بلش شروع کرد به خوردن علف‌ها. لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگتر شد. سپس حکیم دستور داد برای گاو آب بیاورند. گاو متورمتر شد. پاهای دختر هر لحظه تنگ و کشیده تر شد. دختر از درد زیاد جیغ می کشید. حکیم اندکی نمک به آب اضافه کرد و گاو با آتش بیشتری آب نوشید. حالا شکم گاو بزرگ و بزرگتر شد. ناگهان صدای ترق جا افتادن باسن دختر شنیده شد. همگی خوشحال شدند و دختر از درد زیاد غش کرد و بیهوش شد. حکیم دستور داد پاهای دختر را باز کردند و بعد از 1 هفته پاهای دختر از روز اول نیز بهتر شد و گاو بزرگ متعلق به حکیم شد. آن حکیم کسی نبود جز ابو علی سینا، حکیم مشهور. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. تا حکایتی دیگر، خدا نگهدار.